یکی از کوچه‌های سرماشین مسکو که برای پایتخت روسیه منظره معمولی است. در این روز اویپری جمعالی به مثل دیگر رانندگان ماشینش را اداره می‌کرد. به ناگاه نظرش به ماشینی زردی افتاد که تقریباً 4 متر دورتر از او ایستاد. مردی که پشت چنبرک ماشین می‌نشست به سوی اویپری به ایست سیگنال می‌داد. همگی بعد چند لحظه این ماشین در نزدش با شست من کرد. آن مرد از ماشین فرامده به نزد ماشین من آمد. در را گشود و تلفن را از دستم گرفته به کدام طرف هوا داد. به سرم به ایست داد میزد که چرا من به او راه ندادم. اویپری با همین تلفنش را دیگر نیافت و نتوانست در حال به پلیس زنگ زند. او کوشش کرد به مرد آرامانه پاسخ بگوید تا اینکه خشمش بیشتر نشود، اما ظاهراً این مرد برتری خود را در نزد زنی بی حمایت حس نموده به لط و کوبی او شروع کرد. او مرا با لگد زده مویهای سرم را میکشید. برویم سخت با مشت زد. تا هنوز سخنهای اولین او از یادم نرفته است که داد زده میگفت شما مهاجران همه‌تان تروریست هستید. شما نباید در روسیه و مسکو باشید. از اینجا دفع شوید. به نقل اویپری جنجال تقریباً 20 دقیقه ادامه کرد تا اون دمی که راهگذران با کمک زن شتافته مرد را از او دور نانداختند. همان شب اویپری از تشخیص طبی گذشت. پزشکان گفتند که معاینه سرش آسیب دیده است و پیامد این لط و کوب در 10 روز آینده رو میزند. بنابراین به او توصیه داده شده است که حرکتش را کم کند. اویپری همچنین به پلیس و سفارت قرقیزستان در مسکو مراجعت نمود. این حادثه را شعبه کارهای داخلی ناحیه سویبلوفسکی شهر مسکو به قید گرفته است. علاوه بر این در دایره پرونده تشخیص سودی طبی تعیین شده است. در حال حاضر نهادهای انتظامی روسیه به تحقیق این حادثه مشغولند و در نتیجه آن به عملهای شرکت کنندگان آن بهای حقوقی داده می شود. من باید چیکار کنم؟ برای کمک به کی مراجعت کنم؟ روز یکم تماما خواب نکرده به ایست گریستم. نخود ما مهاجران همین طور در رو برای مشکلاتمون تنها میمانیم. از همه علم‌آورش همین بود. اگر به من برای یگان قانون شکنی حمله میکردند من این رو میفهمیدم، اما مرا بیگناه لط و کوب نمودند. اویپری جمعالی بیش از 10 سال است در روسیه زندگی دارد. در یک شرکت خصوصی رهبر است. همکاران اویپری را دستگیری کردند، اما خود او اعتراف میکند که بعد حمله در کراکوس مناسبت به مهاجران از آسیای مرکزی هم از طرف مقامات حفظی حقوق و هم از سوی ساکنان خیلی بد شده است.